از مردم عذرخواهی میکنم، از اون خانم عذرخواهی میکنم. گوه خوردم، غلط کردم. بذارید من به زندگیم برسم، ادامه بدم به زندگیم. قول میدم میرم توبه میکنم بعد از. چند وقت بود این فیلم‌ها رو میگرفتی؟ قبلا یه سری اتفاقات افتاده بود، یه سری موضوعات پیش اومده بود که اونا به عمد نبودن، ولی همشون در حالت بد، حالت غیر عادی من اتفاق افتاده بودن که همین الانم بابت اونا خیلی پشیمونم. دیگه هم تکرار نمی‌کنمشون هیچ وقت. یعنی دوست ندارم که تکرار بشه به هیچ دلیلی. با این خانم‌ها چه خصومتی داشتی؟ خصومتی باشون نداشتم. اتفاقاتی که بینمون میافتاد برای خودم تو ذهنم زیاد بزرگ می‌کردم. وقتی از حالت عادی خارج می‌شدم یهو یادم میومد، نمیدونم دیگه چی میشد، اصلا متوجه نمی‌شدم چیکار دارم می‌کنم. بنابراین خودم تصمیم گرفتم بعد از که از همه عذرخواهی کردم، تموم شد، مواجه شدم، خودم برم زیر نظر پزشکای حاضر خودم درمون کنم. ایرادی به این وارده، اون ایرادا رو رفع کنم که دیگه هیچ وقت شاهد همچین مسائلی نباشی. تو الان واقعا خودم پشیمونم، از وجدان دارم ناراحتم. بابتش هم از همه عذرخواهی میکنم، خیلی هم عذرخواهی میکنم. امیدوارم منو ببخشن، خودشون، مردم، پلیس، دستگاه قضا و غیره. این خانم‌ها رو تهدید می‌کردی که ازت شکایت نکنن؟ خیر. و چرا ازت شکایت نمی‌کردن؟ می‌ترسیدن؟ نه، خیلیشون درک میکردن، تو شرایط خودم نبودم. واقعا ازشون هم ممنونم. سابقه داری؟ بله. چند تا؟ سابقه هلوش 8 تا 9 تا 10 تا دارم. چه اتهاماتی؟ تهدید، شرارت، نمیدونم خیلی هستش. چرا به مامورا نمایی هم افترا دستگیرت کنن؟ نمیدونم، اصلا ترسیده بودم، تو حال خودم نبودم، خیلی ترسیده بودم، خیلی ترسیده بودم. کی فهمیدی فیلمات پخش شده؟ تقریبا خیلی سریع اتفاق افتاد همه مسائل. در زمانی که دستگیر شدم تازه فهمیدم اصلا برای چی دستگیر شدم. میدونستم این اتفاق افتاده، فیلم‌ها داره پخش میشه، ولی فکر نمی‌کردم اینقدر بازخورد اجتماعی داشته باشه که بخواد اینقدر فراگیر بشه. واقعا یعنی الان برای همین میگم پشیمونم. دیگه هیچ وقتم نمیذارم این مسائل پیش بیاد، چون تاوان سنگینی هم خودم پرداخت کردم بابتش. یعنی انتظار داشتی که مردم همینجوری این فیلم‌ها رو ببینن نه. و کنار شاید بگذارن نه خانم‌ها رو کتک می‌زنن؟ اتفاقا خوب کاری کردم. شاید همون کار اونا باعث شد من یک بار برای همیشه تو زندگیم خیلی مسائل رو بذارم کنار، یا بخوام برم پیگیر بشم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشم خودم از لحاظ شخصی. من ازشون اتفاقا ممنونم. اگر آزرده خاطرم شدن عذرخواهی میکنم ازشون، از ته قلبم این کارو میکنم.